سلام، خیلی خوش اومدید به چنل من. برگشتیم به بیمنجی، این دفعه با یه چالش متفاوت و باحال دیگه. سریع بریم سراغش. تو ویدیوی امروز یه چالش خیلی باحال داریم و اونم اینطوریه که قراره سعی کنم با ماشین تصادف نکنم و 3 دقیقه اگر بتونم بدون تصادف رانندگی ادامه بدم برنده چالش میشم و هر دفعه که تصادف بکنم ماشین تغییر میکنه و ماشینم کوچیک‌تر میشه. یعنی از تقریبا بزرگترین ماشین بازی شروع میکنیم تا به کوچیک‌ترینش میرسیم. حالا این وسط شاید نظر بیاد خیلی راحت، اما یه چالش هم این وسط وجود داره. چالشی که این وسط وجود داره اینه که داخل شهر یک عالمه پلیس وجود داره که اینا دارن تک تک خیابونا رو میگردن و آمادن که به اون حمله بکنن. برای همین یه جوری تصادف نکردن با وجود این پلیسا خیلی سخت‌تر میشه. بریم ببینیم بالاخره با کدوم ماشین میتونیم چالش رو تموم کنیم. اینم در واقع همه ماشیناییه که داریم. از بزرگترین ماشین بازی که یکی از کامیونه با یه تریلی خیلی بزرگ آشغال پشتش، بعد یه دونه کامیون دیگه داریم با بار چوب. میرسیم به یکی از این ماشینای حالت مانسترتو ولی خب یه با ابعاد خیلی کوچیک‌تر، شبیه چرت بلیزر میمونه. و میرسیم به وان تاکسی، یه ماشین خیلی ژاپنی شیک و میک برای دریفت هم هست. و میرسیم به این ماشین عجیب که همون مدل شبیه پراید میمونه که پشتش یه دونه لاستیک تراکتور گذاشتن عملا. و میرسیم به فیات کوچولو و در آخر هم کوچیک‌ترین ماشین بازی که به اسمش پیجن، حالا من ورژن آشغالیشو برداشتم. ببینیم چی میشه. خب با اولی شروع میکنیم با کامیون کامل. سختیش اینه که دارم با فرمون بازی میکنم و یک عالمه دنده داره. پلیس هم افتاده دنبالم. خلاص کردم. این چرا دنده دیگه نداره؟ بین به این نزنم، به این نزنم. فکر کنم به زور 20 ثانیه شده باشه، 3 دقیقه نشده هنوز. ترمز بگیر سرازیری ترمز بگیر. هیچ کدوم از دنده ها کار نمیکنه. نمیدونم چیکار کردم. آها یه دقیقه یه دنده داشت کار میکنه. 4 نه. پلیس گرفت منو. میریم سراغ ماشین بعدی که یه ذره کوچیک‌تره ولی همچنان برخوش کامیونی حساب میشه. پلیس هم الان میفته دنبالم. بعد حالا بعد با این سگ مصب تصادف نکنیم. نمیشه من این چوبا رو این حساب میساقه. پشمام. فکر کنم 10 ثانیه تونستم دووم بیارم باید. بریم کوچیک‌ترش کنیم. به این یه حس خیلی خوبی دارم و فکر کنم بتونیم چالش رو همینجا تموم بکنیم. یه خوبی هم که داره اینه که اتوماتیکه. یا خدا پلیس از همین الان دنبالمه. یه مسیر متفاوتی رفتم. وایسا. تو اونجا چیکار میکنی آقا؟ چرا وایسادی؟ یه ذره گاز میدی شروع میکنه دریفت کردن. نگاه کن چه دریفتی میکنه. دارم تقریبا 100 تا پر میکنم. 30 ثانیه فکر کنم. نه با فنس تصادف حساب نیست. با ماشینای دیگه بغل پلیس میندازیم میریم توتوبان. تقریبا 120 کیلومتر پر کردم و 1 دقیقه از وقتم رفته. یه فکر کنم همه چی اوکی باشه. این چرا اینجا اتوبان بسته است؟ هولی شت. ایزی. نه نزن. بریم ماشین بعدی. سراغ ماشین بعدی اومدیم. اولش یه دعایی بخونیم شاید اون دفعه کمکمون کنه که 3 دقیقه رو بریم. اینم از کلیسا. اینم ماشین بعدیمون. پلیس که قشنگ منتظره. بریم سواش. روشنش میکنیم. این دنده ایه. برو آقا بریم. اینم خیلی عقب مقبش میچرخه. همین الان ماشینم جلوش آسیب دید. جالبیش اینه که پلیس هنوز شروع نکرده دنبالم بیاد. تایمر رو برای همین استارت نزدم. دیگه اومد. بریم آقا. نه پیچ همینجوریش سخته. این حساب نیست آقا. اجازه بدید من یه بار دیگه. به هر حال به عنوان کسی که ویدیو رو میسازه این آپشن ها رو هم دارم که چنین جرزنیایی بکنم. اینجا خیلی شیبش زیاده. میرم راست اندفعه. چی شد؟ چرا پاس خورد؟ دستم به دکمه بپیچ فقط بپیچ لامصب. هم با دریفت کنم مثلا حالا که اینطوره. بدترین مثلا دریفت دنیا. سربالایی هم که نمیره. با دنده 1 دارم پر میکنم سربالایی بالا. موتورم نزدیک بود جوش میاره یه لحظه. پلیس هم دقیقاً پشتم و اینجا من بخوام بپیچم زدن. یا خدا اینجا رو ببین.
آقا اینم نشد. ماشین بعدی تاکسیه که خوشبختانه اینم اتوماتیکه و هم کوچیک‌تر شده، کنترلش راحت‌تر، هم به نظرم سرعت بهتری داره. یا خدا تو چرا میپیچی؟ 100 تا تقریبا اتوبان پر کردم، پلیس دنبالمه. 140 کیلومتر، این سرعت زیاد قطعا برام دردسر است. نپیچ دوست عزیز، نپیچ. تو هم دنده عقب نگیر. یه سیبه میگه همین ماشینی که چالشو برامون اوکی میکنه. اونورم که پلیس مستقیم میری. نپیچ نپیچ نپیچ. چرا منو میبینی میپیچی؟ 150 کیلومتر. بعد یه ترمز محکم بزنم. اوه شت میندازم اینور. با فرمون واقعا سخت. بازی خیلی شبیه ساز واقعیه. میندازم اینور. اوف چه جا خالی دادم. اینجا رو بعد گازشو بگیرم. تقریبا 1 دقیقه و 40 ثانیه مونده. تو بیا اینور. آقا تاکسی هم نشد. ماشین بعدی یه ماشین خیلی تیز و بوزه که هم ویژگی خوب حساب میشه هم ویژگی بد. یه ماشین ژاپنی طوریه که مخصوص دریفته. حالا من با این فرمون واقعا نمیتونم دریفتی هم بکنم. نه قبلا هم گفتم با دیوارینه حساب نیست. برو جاده هم دارم برعکس میرم. واقعا هیچ امیدی نیست. دروغ گفتم. کاملا امید هست. نپیچ مرسی. شعور داشت، نمیخواست خودکشی کنه. یک دقیقه و 30 ثانیه. ای اینجا جای ستون گذاشتن آخه. 1 دقیقه و 17 ثانیه. آقا شت یه واقعا ماشین مرخص شد. نه هنوزم جون داره. فرمون داره جوش در میاد و من هنوز اعتقاد دارم که میتونم. تصادف کردم نشد. تقریبا 40 ثانیه فقط مونده بود. من قبل از اینکه برم سراغ ماشین بعدیمون که مثلا قراره کوچیک‌تر شده باشه میگم من واقعا اینو دیدم دلم نیومد انتخابش کنم، ولی هیچ امیدی ندارم چالشمو بخوام با این انجام بدم. اسمش تو بازی آنستیبل یا ناپایداره. یعنی آخه این چی؟ من مطمئنم سر پیچ اول این به فنا میره. اصلا نیاز به پلیسی هم نیست. من رکورد رو از همین الان میذارم، تایم از الان حساب کن ادیتور. 3 دقیقه با این دووم بریم. نه بدی هم نیست. پلیس هم اصلا الان بیفته دنبالم. بله من مطمئنم اولین پیچ این به فنا میره. وایسا نه یعنی ممکنه من با این ماشین چالش رو تموم کنم؟ باورم نمیشه. یه دنده بدی دادم. اوه بیفته تو جاده خاکی تمومه. نه میریم تو یا خدا پشمام. از اینجا این میشه در اومد حالا. پلیس خودش به فنا رفته. بپیچ دیگه سگ. 1 دقیقه و 30 ثانیه با این ماشین مونده و افتادیم تو در و دیوار. من با این نمیتونم اینجا در بیام. بذار یه ریستارت میزنم. 1 دقیقه و 20 ثانیه. ایول یه فشاری داره به نه باشه اینم مرخص شد. میریم ماشین بعدی. ماشین بعدی این فیاتیه که میبینیده. خیلی امید دارم به این و فقط هم 2 ماشین باقی مونده. یعنی اگه من نتونم با این چالش رو برنده بشم دیگه یه ماشین مونده و ممکن کلا چالش رو ببازیم. خوبیش اینه که خیلی نرم و روونه، سرعت زیادی هم نداره اتفاق خاصی براش بیفته. فقط من خودم خیلی حواسو جمع کنم. توی اتوبان خوبی هم افتادیم. چقدر این حساب نبود، فقط داد رنگ بود. یه جرقه ریزی زد میدونم، ولی واقعا تصادف حساب نمیشه انصافا. وای من رسیدم باز به این بنبسته. ماشین دنده 4 میری دیگه میمیره. یه فیات کوچولو ایتالیایی. پلیس این جلوه. شت نپیچ، فقط نپیچ، جلومو نگیر. خیلی تصادف مسخره‌ای بود و فقط 1 دقیقه و نیم مونده بود. دستگیرم هم کرد. بریم ماشین آخر که من هیچ امیدی بهش ندارم. ماشین آخر این چیه؟ نگاه کن، ساعت لاشخال اون پشت افتاد تو. دنده‌ای که هست جلوش یه دونه چرخ داره، 1 دونه چرخ و پلیسا هم حسابی وحشی. من باید یه مسیر درستی انتخاب کنم چون نه سرعت دارم نه هندلینگ. فقط باید با سرعت خیلی آروم پلیس رو گول بزنم. بابا من یه مرد آشغالی ساده‌ام. یه گردونی هم داره اون بالا روشن کردم شاید به کار بیاد. دوباره میرم بالا. یه پیچ خیلی آروم باید بزنی. آها سر بالایی کم نیاری یا داره کم میاره. 1 دقیقه رفت، 2 دقیقه دیگه مونده.
ماشین پلیس پشتم خیلی سرعتش زیاده، اینا باید یه جوری دورش بزنم. بیا پایین بیا پایین بیا پایین بیا پایین پایین. سر نخور. اینو میرم چپ. نه 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 آروم آروم رفیق آروم. 1 دقیقه و 40 ثانیه مونده. برو 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 برو. یعنی پلیس پشتم داره مرام میذاره، هر ثانیه از پشت بهم بکوبه. دوستان نشد، با آخرین ماشینم تست کردیم نشد. شما اگه پیشنهاد دارین تو کامنت بنویسید ما ماشینای دیگه تست کنم، بتونم چالش 3 دقیقه رو پشت سر بزنم، ولی از بزرگ تا کوچیکش نشد، هر کدوم یه مشکلی داشت.